دیجیتال مارکتینگ یک غول چراغ جادویی که باعث میشه جیبت پر از پول بشه و به تمام رویاهات برسی. دیجیتال مارکتینگ باعث میشه شما از نقطه صفر مرزی تا اون کسی که داخل برج‌های تهران داره پول پارو میکنه درآمد کسب بکنی. دیجیتال مارکتینگ کاری میکنه که تو هر شغلی که هستی، محصول میفروشی، خدماتی، آموزشی، نمیدونم چی کار میکنی، باعث میشه انقدر مشتری سمتت بیاد که اصلا نتونی یه سریاشو هندل بکنی. اصلا مجبور بشی مشتریاتو ریجکت بکنی، بگی نمیتونم خدمت رسانی بکنم، محصول ندارم برای فروش. عزیز من، الان بهترین فرصتی که داخل ایران هست اینه که هنوز خیلی‌ها نمیدونن دیجیتال مارکتینگ چیه. یعنی مثلا تو رفتی یه جا مغازه زدی که اصلا همسایه کناریت نمیدونه کار تو چیه، اصلا متوجه نمیشه تو داری چی کار میکنی. ولی اگر بتونی از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ بهترین استفاده رو بکنی، تمامی مشتری‌های همسایت رو هم برای خودت میاری و مشتریشون میکنی. حالا اگر میخوای مسیر آموزش دیجیتال مارکتینگ رو بدونی، همین زیر برام عدد 5 رو کامنت کن تا برات داخل دایرکت بفرستمشون.